بینندگان محترم، با عرض معذرت چندین بار لایف ما قطع شد به خاطر خرابی اینترنت و حالا لایف وای فای رهانه دوباره وصل شده. نعمت امیری توپ را در اختیار داره، موقعیت برای شهید نسیم، شوتی که و بیرون میره. حالا دوباره وای فای ما وصل شده و امیدوار هستیم که دوباره قطع نشه اینترنت ما. پاس بلند سمیر سمندری، توپی که در این سمت به بیرون میره. توپ بلند است، باقر علیزاده ضربه سر رحمت فقیری، توپی که به شکل خطرناک از بالای دروازه به بیرون میره. باز هم پرتاب از دروازه‌بان فرزاد خیری. باقر علیزاده باز پرتاب به ذاکر حسین عبداللهی، یک سر توپ میزنه، شوت خطرناک، باز هم توپ به بیرون میره. 15 دقیقه 14 نیمه دوم، نتیجه همچنان 3-2 به نفع تیم نامآوران است. نامآوران 3، شهید نسیم 2. زلگای محمدی از یک بازیکن عبور میکنه، نصرت حسینی توپ را میگیره ولی قبلش خطا اعلام شده روی زلگای محمدی. سمیر سمندری پاس به زلگای محمدی، ذاکر حسین توپ را به اوت میزنه، رو به عقب کار میکنن بازیکنان نامآوران. شوت سلطان مبارز، توپ را یک لحظه گرفتن بازیکنان شهید نسیم ولی دوباره بازیکنان نامآوران توپ را میگیرن. فرزاد خیری با ندیم نعیمی کار میکنه. حالا زلگای محمدی یک بازیکن عبور میکنه، شوتی که با اختلاف از کنار دروازه و بیرون میره. نعمت امیری شنو خود نعمت امیری یک سر توپ میزنه، توپی که با برخورد با مدافعین تیم نامآوران و بیرون میره. پاس بلند نصرت حسینی، رحمت فقیری و توپ میرسه، میگیرن بازیکنان نامآوران. دوباره توپ را سلطان مبارز، زلگای محمدی و پاسی که نرسید به یار خودی و اوت برای تیم نامآوران است. سمیر سمندری همچنان خود سمیر سمندری پیشروی میکنه، خطا نیست و کار دنبال میشه. نصرت حسینی، خود نصرت حسینی میشم هم خطا نیست، باز هم ضد حمله برای تیم نامآوران، پاسی که نرسید به یار خودی. حالا رحمت فقیری توپ را میگیره، موقعیت پاس به نصرت حسینی و توپی که از بالای دروازه و بیرون میره. پرتاب بلند ندیم نعیمی به توپ میرسه، شوت ندیم نعیمی، همچنان خود ندیم نعیمی و اوت برای تیم نامآوران است. یک از بازیکن نامآوران روی زمین است، سمیر سمندری، بازیکن شماره 6 تیم نامآوران روی زمین است. دوباره آغاز بازی، نورالله نظری توپ را میگیره، خداداد رمضانی نمیتونه سر سمیر سمندری بگذره، موقعیت برای تیم نامآوران، شوت سمیر سمندری که حالا به نعمت امیری میرسه. رحمت فقیری، موقعیت برای تیم شهید نسیم میرفت که ایجاد شود. دوباره نعمت امیری، نورالله نظری، خداداد رمضانی، همچنان خود خداداد رمضانی و
خطا روی خداداد رمضانی گرفته میشه. خطای سلطان مبارز. نورالله نظری پشت ضربه خطا از پاس که خداداد رمضانی میرسه و دور میکنن بازیکنان نامآوران توپ. تایم اوت گرفته میشه برای تیم شهید نسیم. تایم استراحت بر تیم شهید نسیم است. دقیقه 16 نیمه دوم. نتیجه همچنان 3-2 به نفع تیم نامآوران است. نامآوران 3 شهید نسیم 2. دوباره بازی آغاز میشه. اوت بر تیم شهید نسیم گرفته شده. سلطان مبارز از یک بازیکن عبور میکنه. سلطان مبارز موقعیت برای تیم نامآوران بود که سلطان مبارز توپ البته دروازه‌بان باقر علیزاده توپ را میگیره. پاس بلند نورالله نظری نرسید به توپ. سمیر سمندری توپ را میگیره. پرس میکنن بازیکنان شهید نسیم. حالا توپی که بازیکن نامآوران میگیره. دوباره یک توپگیری از بازیکن شهید نسیم. رحمت فقیری همچنان خود رحمت فقیری رو به عقب کار میکنه با نصرت حسینی و اوت برای تیم شهید نسیم است. خطا روی نورالله نظری گرفته میشه. خطای سلطان مبارز. کارت زرد میگیره سلطان مبارز است. داور بازی البته کارت زرد خودش را نشان نداد. دقیقه 16 نیمه دوم. نتیجه 3-2 به نفع تیم نامآوران. نامآوران 3 شهید نسیم 2. موقعیت رحمت فقیری نورالله نظری شوتی که با برخورد به مدافعین به کارنر میره. رو به عقب خداداد رمضانی شوتی که باز هم به اوت میره به نفع تیم شهید نسیم. سمیر سمندری با
زلگای محمدی کار میکنه، دوباره سمیر سمندری، سلطان مبارز، پاسش به ندیم نعیمی. حالا زلگای محمدی، باز هم کارنر برای تیم نامآوران. تو به سمیر سمندری، شوت مستقیم است، راه دور است سمیر سمندری که توپ بیرون میره. دروازه‌بان باقر علیزاده با نصرت حسینی کار میکنه، پاسش میرسه به نعمت امیری، خطا نیست، کار دنبال میشه، میگیره نصرت حسینی توپ را. پاس نصرت حسینی هم خوب نبود و باز هم بازیکنان نامآوران، دوباره بازیکنان شهید نسیم توپ را گرفتن و حال دوباره بازیکنان نامآوران. بازی خیلی سرعتی دنبال میشه، موقعیت بالا بود، سالون را منفجر میکنه نصرت حسینی. گل سوم برای تیم شهید نسیم زده میشه، نصرت حسینی. سالون منفجر میشه روی گل سوم نصرت حسینی. شهید نسیم 3 نامآوران 3. شور و هیجان بین تماشاگران به وجود آمده. داور بازی را متوقف کرده به خاطر بی‌انضباطی تماشاگران.
دوستا از بخش تکنیک خبر رسیده لایف را ادمین ما تماشا میکنه. هر کسی که به انضباطی و دشنام و دو میزنن از لایف خارج میشن و بند میشن، بلاک میشن از لایف. لطفاً به انضباطی و دو دشنام نتین دوستا. اگر بند خوردین و بلاک شدین مربوط خودتان میشه. دوباره بازی آغاز میشه. بازیکنان نامآوران توپ را از دست دادن. دوباره میگیره توپ را سلطان مبارز. چون خود سلطان مبارز نمیتونه از صد نصرت حسینی بگذره. نورالله نظری توپ را از دست میته. او هم زلگه محمدی، همچون خود زلگه محمدی، شوت خطرناک از زلگه محمدی و حالا در ریبان ندیم نعیمی توپ را و بیرون میزنه. دوستا بازم یادآوری میکنم کسایی که دو و دشنام و قومگرایی میکنن از پیچ بلاک میشن. چندین بار است که یادآوری میکنم توسط بخش تکنیک ما بلاک میشن. دوستا متوجه باشه. بیشتر کسایی که تا فعلا دو و دشنام داده بلاک شده از پیچ. باز هم دوستا متوجه باشه. سلطان مبارز توپ را از دست میته. اوت بر تیم شهید نسیم گرفته شده. نصرت حسینی، سیوالی از دروازه‌بان فرزاد خیری که توپ را حالا بازیکنان نامآوران میگیرن. پاس خوب ندیم نعیمی و خطرناک. موقعیت عالی بود برای تیم نامآوران. توپ را و بیرون زد ندیم نعیمی. توپی که از کنار دروازه با اختلاف کم به شکل خطرناک به بیرون را. دوباره بازیکنان شهید نسیم. مرتضی رضایی خطا نیست، کار دنبال میشه. خداداد رمضانی، مرتضی رضایی، پاس به نعمت امیری. دوباره نصرت حسینی، باز هم نعمت امیری. زلگه محمدی نتونست توپ را کنترل کنه. اوت برای تیم شهید نسیم است. پاس بلند خداداد رمضانی، موقعیت و توپی که نتونست نعمت امیری استفاده کنه. اوت برای تیم شهید نسیم گرفته شده. رو به عقب نصرت حسینی، همچنان خود نصرت حسینی توپ را میگیره. زلگه محمدی، موقعیت برای تیم نامآوران میرفت ایجاد شد. اوت برای تیم شهید نسیم گرفته شده. رو به عقب خداداد رمضانی میگیره
زلگای محمدی توپ را اوت بر تیم شهید نسیم گرفته شده. خطا گرفته میشه از مرتضی رضایی روی سمیر سمندری. اینجا و 1 ثانیه از بازی باقی مانده. نتیجه همچنان 3-3 مساوی دنبال میشه. دوستا هر کسی که گفتم تشویق میکنن بکنن، ولی دو و دشنام و قومگرایی نکنن. از بخش تکنیک گفتم ادمینای دیگه ما کسایی که دو و دشنام و قومگرایی میکنن را بلاک میکنن. تشویق میکنن فقط تیم هایتان را تشویق کنن. بازیکنان نامآوران توپ در اختیار دارن. پاس سمیر سمندری نرسید به یار خودی. نعمت امیری رو به عقب کار میکنه با نصرت حسینی. باز هم نعمت امیری از یک بازیکن عبور میکنه. نصرت حسینی موقعیت برای تیم شهید نسیم. رو به عقب خدا داده رمضانی. شوت خطرناک. توپی که باز هم به بیرون میره. حالا سوت پایان بازی. نتیجه 3-3 مساوی. سوت پایان وقت های اضافه، البته وقت های قانونی. نتیجه 3-3 مساوی دنبال میشه. نامآوران 3 شهید نسیم 3. نتیجه را حالا 2 تا 5 دقیقه وقت اضافه معلوم میکنن.
دوباره شروع وقت اضافه بین شهید نسیم و نامآوران. نصرت حسینی موقعیت شوت خطرناک، باز هم دروازه‌بان فرزاد خیری. حالا رحمت فقیری و نصرت حسینی، باز هم توپ به بیرون میره. و دوباره بازیکنان شهید نسیم توپ را میگیرن. نعمت امیری رو به عقب کار میکنه با خداداد رمضانی. حالا نصرت حسینی چون خود نصرت حسینی توپی که به بیرون میره. دوباره بازیکنان نامآوران. ندیم نعیمی پاس به زلگای محمدی، همچنان خود زلگای توپی که به نفع شهید نسیم به بیرون میره. خدا داده. البته نعمت امیری بود با باقر علیزاده کار کرد. پاس بلند، ضربه سر که رحمت فقیری میزنه و توپ به بیرون میره. سلطان مبارز همچنان خود سلطان مبارز. ندیم نعیمی شوتش خوب نبود. بازیکن شهید نسیم توپ را میگیرن. رحمت فقیری، همچنان خود رحمت فقیری یک چرخش عالی انجام میده. رحمت فقیری و شوت خطرناک، توپی که از بالای دروازه به بیرون میره. فرزاد خیری، پرتاب بلند از فرزاد خیری، ضربه سر از خداداد رمضانی. سلطان مبارز توپ را میگیره و اوت برای تیم شهید نسیم گرفته میشه. رو به عقب نصرت حسینی. حالا خداداد رمضانی، همچنان خود خداداد یک سر توپ میزنه و حالا گل پنجم، گل چهارم برای تیم شهید نسیم به ثمر میرسه. خداداد رمضانی یک سر توپ عالی زد خداداد رمضانی و گل چهارم برای شهید نسیم. دقیقه دوم نیمه اول وقت اضافه. شهید نسیم 4 نامآوران 3. و این بار خداداد رمضانی بود که گلزنی کرد. ببینیم که دوباره بازیکنان نامآوران میتونن نتیجه را برگردانن یا خیر. سمیر سمندری پاسش نرسید، میگیره خداداد رمضانی توپ را. حالا رحمت فقیری، همچنان خود رحمت فقیری و دروازه‌بان فرزاد خیری توپ را میگیره. حالا زلگای محمدی هم توپ را از دست میده. اوت برای تیم شهید نسیم گرفته شده. پاس بلند از نصرت حسینی، دروازه‌بان فرزاد خیری توپ را میگیره. رو به عقب کار میکنه سمیر با سلطان مبارز. حالا زلگای محمدی، همچنان خود زلگای از دو بازیکن عبور میکنه. موقعیت برای تیم نامآوران و حالا گل چهارم، گل مساوی برای تیم نامآوران به ثمر میرسه. سمیر سمندری، دوباره همه چی مساوی میشه. گل عالی از سمیر سمندری و تماشاگران هم اشاره میکنه که آرام باشه. یک گل عالی از سمیر سمندری. دقیقه سوم نیمه اول وقت اضافه، نتیجه 4-4 مساوی. دوباره بازیکنان نامآوران توپ را در اختیار دارند. ندیم نعیمی موقعیت برای تیم نامآوران میرفت ایجاد شود که اوت برای تیم شهید نسیم گرفته میشه. باقر علیزاده پاس بلند میگیره. دوباره
زلگای محمدی توپ را خطا گرفته میشه، خطای نعمت امیری روی زلگای محمدی. چهار خطا شهید نسیم، 4 خطا نامآوران انجام داده. شوت مستقیم است، سمیر سمندری دور میکنن بازیکن شهید نسیم توپ را. نصرت حسینی توپی که به اوت میزنه نصرت حسینی و اوت بر تیم شهید نسیم البته گرفته شد. پاس بلند مرتضی رضایی به توپ نرسید، دروازه‌بان فرزاد خیری توپ را میگیره. پرتاب بلند دروازه‌بان فرزاد خیری، توپ در این سمت هم به بیرون میره. باقر علیزاده با نصرت حسینی کار میکنه. نصرت حسینی رو به عقب با خداداد رمضانی، پاس بلند خداداد، دوباره خداداد توپ میگیره، پاس که نرسید به مرتضی رضایی و اوت برای تیم شهید نسیم گرفته شده. نصرت حسینی با خداداد رمضانی کار میکنه، البته نعمت امیری بود، حالا ایسم خداداد رمضانی. همچنان خداداد رمضانی یک سر توپ میزنه، توپی که با برخورد به مدافعین به اوت میره. رو به عقب باز هم نصرت حسینی، چنان خود نصرت حسینی شوته که زمینی از کنار دروازه به بیرون میره. ای بابا دوباره بازیکن نامآوران ندیم نعیمی توپ را از دست داد. حالا نصرت حسینی پاسش خوب نبود و زلگای محمدی توپ را میگیره. سمیر سمندری، همچنان خود سمیر سلطان مبارز توپ را میزنه. خداداد و اوت برای تیم نامآوران است. دوباره بازیکنان نامآوران زلگای محمدی رو به عقب کار میکنه با سمیر سمندری، تو با برخورد به نعمت امیری. حالا بازیکن شهید نسیم توپ را میگیره. نصرت حسینی پاسش نرسید، میگیره زلگای محمدی توپ را، یک سر توپ میزنه زلگای محمدی. موقعیت برای تیم نامآوران میره که ایجاد شود. ندیم نعیمی، حالا سمیر سمندری نتونست درست توپ را کنترل کنه و رو به عقب کار میکنه با ندیم نعیمی. عقبتر سلطان مبارز، همچنان خود سلطان مبارز و حالا سوت پایان نیمه اول وقت اضافه. شهید نسیم 4 نامآوران 4.
بازی آغاز میشه. شروع نیمه دوم وقت اضافه. یک پاس خوب سلطان مبارز، شوتی که و نصرت حسینی برخورد میکنه و به اوت میره. رو به عقب زلگه محمدی، عقبتر سمیر سمندری. سلطان مبارز، همچنان سلطان مبارز از میان دو بازیکن عبور میکنه. توپی که دور میشه توسط بازیکن شهید نسیم. دوباره بازیکن نامآوران توپ را در اختیار دارن. حالا نصرت حسینی توپ را میگیره. پاس خوب، خداداد رمضانی نمیتونه صد سلطان مبارز عبور کنه. بازیکنان نامآوران توپ را، البته شهید نسیم توپ را به بیرون میزنه. اوت برای تیم نامآوران گرفته شده. حالا بازیکنان شهید نسیم شوت خداداد، توپی که نتونستن استفاده کنن و اوت بر تیم شهید نسیم گرفته شده. نعمت امیری رو به عقب، نورالله نظری و باز هم اوت برای تیم. البته این بار کارنر شده برای تیم شهید نسیم. پاس بلند نعمت امیری رو به عقب با نصرت حسینی. باز هم نعمت امیری، همچنان خود نعمت امیری و حالا گل ششم. گل برای تیم شهید نسیم. این بار نعمت امیری است که گلزنی میکنه. دقیقه دوم نیمه دوم وقت اضافه. شهید نسیم 5 نامآوران 4. میگیرن دوباره بازیکنان شهید نسیم توپ را. نورالله نظری توپ را از دست میته. بازیکنان نامآوران سمیر سمندری و حالا خطا روی سمیر سمندری گرفته بشه. نصرت حسینی است که کارت زرد میگیره از داور بازی. نامآوران خطای پنجم تیم شهید نسیم هم پوره شده. دقیقه دوم نیمه دوم وقت اضافه. شهید نسیم 5 نامآوران 4. سمیر سمندری و توپی که به مدافعین برخورد میکنه. حالا خداداد رمضانی توپ را میگیره. موقعیت برای شهید نسیم میرفت که ایجاد شود ولی اوت برای تیم شهید نسیم گرفته میشه. موقعیت نورالله نظری و گل ششم. گل ششم برای تیم شهید نسیم. دقیقه دوم نیمه دوم وقت اضافه. حالا 2 گل پیش میفتن بازیکنان شهید نسیم.
بازیکنان نامآوران توپ را میگیرند. دوباره بازیکنان شهید نسیم، نصرت حسینی یک سر توپ میزنه، موقت برای شهید نسیم، بالا گل هفتم، باز هم نورالله نظری. بازی را یک طرفه میکنن بازیکن شهید نسیم. 2 گل میزنه نورالله نظری. حالا موقت برای تیم نامآوران نشده توپ و حالا اوت برای تیم نامآوران گرفته میشه. دوباره بازی آغاز میشه، پاور پلی میکنن، میخواین بکنن البته بازیکنان نامآوران. پاسکاری بازیکنان نامآوران، سلطان مبارز تو بقیه با سمیر سمندری کار میکنه. ندیم نعیمی با زلگه محمدی کار میکنه. ندیم نعیمی حالا همچنان خود زلگه محمدی توپ از دست میته و اوت برای تیم نامآوران. نعمت امیری واسه نورالله نظری، خطا نیست کار، دنبال میشه سلطان مبارز. سمیر سمندری از یک بازیکن عبور میکنه. سمیر سمندری موقعیت برای تیم نامآوران، توپ را از دست میته. حالا نورالله نظری ضد حمله برای تیم شهید نسیم، توپ را نمیتونه کنترل کنه و بازیکنان نامآوران توپ را میگیرن. حالا ندیم نعیمی موقعیت برای تیم نامآوران، شوتی که سمیر سمندری میزنه. دوباره بازیکنان شهید نسیم توپ را میگیره. خداداد رمضانی، شوت خطرناک و باز هم دروازه‌بان فرزاد خیری. ندیم نعیمی رو به عقب کار میکنه با زلگه محمدی. پاور پلی کردن بازیکنان نامآوران. موقعیت برای تیم نامآوران و پاس سلطان مبارز خوب نبوده، توپ و بیرون رفت. موقعیت برای تیم نامآوران میره که ایجاد شود. سلطان مبارز توپ را از دست داد. حالا بازیکنان شهید نسیم، نعمت امیری شوتی که میزنه و دروازه‌بان فرزاد خیری توپ را میگیره. حالا سوت پایان بازی شهید نسیم 7 نامآوران 4. و حالا شهید نسیم است که قهرمان این دور از مسابقات مرکز آموزشی ستاره ها میشه.
تیم های خوبه. نامآوران و شهید نسیم حالا با هم خوش و بش هم میکنن. هر دو تیم از همدیگر معذرت خواهی میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. تماشاگران عزیز لطفا میدان را ترک بگویید. تیم قهرمان، نایب قهرمان مقام سوم سریعتر اندکی تشریف داشته باشید لطفا. تماشاگران عزیز از پرتاب اشیا، بوتل آب در داخل میدان خودداری کنید لطفا. تماشاگران عزیز لطفا میدان را ترک بگویید. تیم قهرمان، نایب قهرمان و مقام سوم سریعتر تشریف داشته باشید لطفا.